داشتم مارک رفته عمان تا خفن ترین کباب عربی رو امتحان کنه. رفتن توی یکی از صحراها تا شوا بره بپزن. یه جور گوشت بره که زیر خاک پخته میشه. اول بره رو با خرما و زردچوبه و ادویه‌های عمانی مزه مالش میکنن، بعد مردی و فویل پیچ و گونی پیچش میکنن و میذارن تا آبدار بمونه. میکنن توی یه قابلمه تور و یه چاله زیر زمین میکنن و توشو پر زغال میکنن. بره رو میذارن تو گودال و با ماسه و زغال میپوشوننش. بعد حدود 2 ساعت بعد صبر کنن تا گوشت با حرارت غیر مستقیم آروم بپزه. تو این فاصله که غذا آماده شه داشمون رفت سافاری تو تپه‌های شنی با مارمولک صحرایی که بهش میگن ماهی صحرایی چون پوست شبیه ماهی آشنا شد. بعدم رفت تو مزرعه شترها و یه بچه شتر 2 روزه دید، خیلی گوگولیه. دیگه گرسنه‌شون شد، برگشتن و خاک و کنار زدن که بوی دود و خرما فضا رو پر کرده. گوشت بره انقدر نرم شده بود که راحت از استخونش جدا میشد. یه برنج محلی با لیمو عمانی هم پختن و با روش خاص و سنتی این غذا که خوردن